بچه‌ها سلام. من امروز می‌خواستم براتون ولاگ بگیرم، یعنی دارم میگیرم. گفتم با موتور. سلام. موام چطور شده بچه‌ها؟ گفتیم که با موتور بریم بیرون، ترافیک و اینا انقدر گرمه، داریم میریم خونه تا بچه‌ها بیان دنبالمون. حالا به هر کی بشه زنگ می‌زنیم، هر کی زودتر اومد دنبالمون اون برده. آره، چون من ماشین ندارم، سپرم نداره، با موتوری. نه من ماشین داشتم عزیزم. آقا به ترافیک نمی‌بردی؟ آره بابا. من ماشین نداشتم، وگرنه گرما داره آزارم میده. موتور گاز بدی خنکت میشه. نه خدایی خنک. گاز بدم؟ نه گوشی میافته. دیگه بکن تو حلقم. خلاصه که ریموتو نیبردم. بعد بری ریموتو بیاری. میرم بالا میزنم دیگه. برم در رو وا کنم. یه اتفاق خاصی نیفتاده دوستای قشنگم. خب چی میگفتی؟ دور آخر اینجوری میشه؟ کاش میفهمیدم شما دوتا چی میگید. ماشین پیش صدا چی بود؟ همین وقتی دوتا جلو باشه همین میشه. اون صدای چی بود پیش؟ بلو آف. در اتوبوس واس شد. خراب بودن رو نشون نمیده؟ چی؟ یعنی خراب نی؟ عذرخواهی میکنم. درست یعنی اینقدر خرج کردی که ماشین بگه پیف؟ جدی میگی؟ حسین لباس خریدی؟ من به سبه گفتم اولدمانی جمع کنم. عزیزم من درازم. اولدمانی منو شبیه میله پرچم میکنه. حالا یکم اولدمانی تست کنید ببینید. ای بابا حسین هم تو تیم خانماست نمیدونی. ای بابا میای کیش نه داداش. مگه فکر کنی همه من بهم مثل بدونم تو نگین حال نمیده. بله خیلی دلش ماره. خب عزیزم تو آزادی، من گفتم تو برو دبی. تو واسه کیش حیفه. چی؟ یه ذره اشتباه داری میری. من احساس میکنم از اینا باید دوباره بخرم. بعد گل خریده. گل برای قدیمی بود بچه‌ها، ولی بازم مبارکه. مثلا می‌خوایم بریم چیز کنیم، صندل بگیریم. دیگه اونجا احتمالاً من گوشی‌ها می‌ذارم تو کیفم، اونجاشو نگین براتون میگیره. چون من میترسم انقدر ضرر مالی زدم، میترسم گوشی‌ها 100% میکنم یه جایی تو ماشین مثلا. آره ماشینو من براتون ساپورتش میکنم. یه تحتش از ست اولدمانی اینا براتون بذارم. ست اولدمانی من نمیخوام بذاری. چرا؟ میگم من باید برم کوراش یه جا اورجینال بگیرم. وای بچا فهمیدید سپه پول داره؟ نه عزیزم پول داره، مجبورم. احمقم مگه اورجینال بخرم؟ بعد من دنبال صندل 400,000 تومانیه. چون تو نداری. داره. سپه غنی. بچه‌ها یعنی شما اگه بدونید این سپه سر جلو چه سلیته بازی در میاره، نمیذاش نگیم بره جلو بشینه. الان پس چرا عقبم؟ الان مجبور شد، خجالت کشید، گفت باشه من میام عقب میشینم. تو مظلومی؟ بله. کی گفته تو مظلومی؟ من که اصلا اسمم مشخصه. حسین مظلوم که اصلا حسین غریب، حسین تنها. سپهرم خب مظلومه دیگه. سپهرم رفیق اون تو قیافت داد میزنه، تو چقدر وزه‌ای. من دقیقا همین قیافت داره داد میزنه. نه آقا. بچه‌ها ما رسیدیم پاساژ. از این بچه‌های چیزی که گریه میکنن متنفرم. بیا از اینا مشکیشو بگی بریم. نه لباس دارم، صندل میخوام. امریکایی‌ها میشی سیاهی باحاله. داداش این بهت میاد. خودم اون فول بگ پارچه اون خیلی باحاله. پارچه‌ای هم دارم فول بگا. دارم. آخه داری؟ شبیه مثلا اینجوری بول چی بود بابا؟ بولداگ؟ از این بعد دوست ندارم. چقدر اخمویی؟ خب هیچی نداره که بگیریم. خیلی همه چیزش شده. ما سریعا باشه واقعا. نه واقعا همه چیزش شده. حتی خانم حسینی اومده. وایسید. عزیزم تور اومدی بخری؟ خب اندازی هم که آره فرقی نداره. دیگه باید یه چیزی رو سرم باشه. نگین تا اینجوری نخری ها. اون کلا خرید. آفرین. حالا این خوبه؟ باری کلا نگین جان. ها؟ نه.
نه چی؟ فکر کنم اوکی میگید نظر نپرسم دیگه. نه نظر باشه. بچه‌ها اومدم کادو بخرم. نه دیگه تصمیم گرفتم عطر بخرم. خودتون بالاتر بهتره. من دیگه تکی هم انتخاب کردم، سفر رو خیلی دخالت ندادم بچه‌ها. بر خودم هم یه دونه خریدم. یعنی نشده من یه بار برم واسه تولد کسی کادو بخرم بر خودم هیچی نخرم. خب بچه‌ها کادوم هم گرفتم. بعدش داریم. خیلی ممنونم عمو مرسی. بفرمایید. اینم نگوله. اینم نگول خانومه. چی؟ کادوشو گرفت. آره کادو بر خودم هم کادو خریدم. نوروزی هم به خاطر اینکه با من آره راست میگه. دلم دراره واسه هم چیز کرد. مبارکه. سپه کو؟ آقا سپه بیا دیگه. شلوارش چطوره؟ نه بیا. عادی بود. ببخش من جلو میخوام. بچه‌ها شیشو بزنید. سلام. دیدید قیافشو؟ چرا این کارا رو می‌کنه؟ سلام. چرا انتخابش کردی؟ چی توش دیدی؟ چه خوبه. دیگه الان می‌خوایم بریم آرایشگاه. دیشب نگم براتون من یه بار تو زندگیم توبه کرده بودم واسه تولد و عروسی و اینا از پیج سفارش ندم لباس. دوباره این توبه رو شکوندم، چسب دماغم و دیشب افتضاح زدم. دوباره این توبه رو شکوندم واسه تولد مری، گفتم بذار آنلاین سفارش میدم چشتون روز بد نبینیم. مانتو آوردم برا ما که لنگش خونمون 2-3 تا داشتم. این مزاحم نگین جواهری رفته آیس بگیره. تو دیگه در باز بود؟ آره 23 دقیقه راه داریم. آره داده الان 10. خب مگه ما عروسی؟ گوش کن مری یه رو بچه اونو یادش رفت دکمه رو بزنه. آقا مری یه رو صبح به من زنگ زد که شماره خانم رو بگیره. یه رو دیر رسید. ما برای یعنی یه رو میتونیم دیرتر بریم چون کار مری یه رو بیشتر طول میکشه. ولی ما داریم نیم ساعت دیرتر. منطقه. ولی بذار قهوه بخورم قشنگ تو رفرشی از این قیافه حال هوا درای. یعنی یه قهوه الان شای منو میبره هم خودمون. آره دیگه اینطوریه دیگه الان بریم. حرفی داری بگو. آره داشتم میگفتم بچه‌ها لباس عین مانتو بود و به این کثافت اومد. به این کثافت اومد. میگفتم جلو چشم من نباشه. هی میرفت اینو صرف میکرد اینجوری نگاه میکرد که من یه جا قاطی کردم بودم عوضی. این گوشی سرم مثل خودش مشکل داره دوباره قطع شد. آره ولی بچه‌ها لباس خیلی خوشگل لباسشو من برداشتم. الان 3 تا لباس دارم واسه مراسم. یعنی 3 تا لباس میتونم بپوشم. قشنگ آقای گلزار آهنگو براتو خونده. من عقده‌ایم که صافت قشنگ. نه اون چیزه میگفت چی؟ سبک زندگی پوز نیست سبک زندگیمه. درست. نه آدم زن بگیریم داریم. نه نداریم چه تمام رو خورده بودیم آشغالشو انداختیم. زهر ما سرینگو خیلی طول میکشه. برو کنسلش کن. دختره بکن تازه کار اشکال نداره یه ساعت دیرتر میرسی. ولی منو زودتر باز درست کنن چون تو خیلی کار داری. چرا؟ خیلی باز زیبا بشی. باشه آقا الان کل کوچه بسته است تو فقط اینجا جا داری. بعد من به چیزی جالب بگم آقا ساعت رو ببینید 10:27 است. ما باید ساعت 10 اونجا می بودیم. حالا زنگ زدیم به خانم طهماسبی. یعنی کی؟ یعنی مهرناز خانم. افتاده بچه‌ها مهرناز هنوز خواب بود. الو میگم کجایی؟ میگه خونمون. میگم مهرناز باید ساعت 10 عشقم اونجا باشیم. ما هم خوابوندیم. پاشو. بعد الان پاشم. الان وایسا. از این الانایی بود که باید دوباره بهش زنگ بزنی بگی چی شد بیدار شدی یا نه. زهرا خوبه یه جا دیگه داره میره آرایشگاه. اگه اونم بود که دیگه الان فکر کنم 12 میرسید. ولی حال میکنی خیلی ادعای آن تایم بودن اسم شد. کی؟ تو
بابا دیشب 5 صبح خوابیدیم. چرا؟ به خاطر این خانوم همش میشینه گریه این اون. خدایی گریه نکردم، دروغ نگو. رفتم همون برم تو اکسپلور چرخیدم. دیگه جواری چجوری میتونی اینقدر شو دروغ بگی؟ من دیشب یه قطره اشک ازم در نیومد. خیلی تلاش کردم در نیومد. خیلی دیر شد سر. برو خب یه ذره گاز بده. پروازمو بزنم. کجاته؟ اونو بعدم بهت نشون. بچه‌ها 7 دقیقه دیگه مونده، نگاه کن. بذار اینجا خروجی‌هاش باشه. بابا همه چیم دستور میده. من کسی بهم دستور میگه. والا من فکر نمی‌کردم بخوام رانندگی کنم یکی غر اینجا. بودو بوق بزن. داداش چه بوقی تو اتوبان. الان اینجا دعوا میشه. من نشستم تا الان رسیده بودیم. آره فقط رسیده بودیم دنیای آخرت. خیلی خوشیم. الان باید واقعا ناراحت باشیم الان میرسیم به سر. نخند یا جدی باش. بار اوله دارم ما رو میبرن جدی. من همینطوری قیافم یه جوریه که انگار با همه مشکل دارم. آره جدی هم باشم نیست. ببین اینجوریه که مثلا انگار از چیز همه بده از چیز فیلم میگن. الان نمیتونم بگم. از دماغ فیلم. باشه تو بگو دماغ فیلم. بچه شما همونی که فکر دستم بابا سر درد گرفت. وای من هایستاراملم. دستم درد گرفت. خب اینا نمیدونن تو باعث بیادب بودن منی. سر فعلا را تو برو دیر شد. چشم عباس آقا 5 مین تا هزار. بچه ها تو این 5 مین من دهن اینا سرویس کنم برگردم. من لیفت کردم، آرایش پوستم انجام دادم که منتظرم نگین بیادیم و من برم بشینم. مری داره موهاشو درست میکنه، من دارم بعدتون ویدیو میگیرم دیگه. بعد مهرناز دیگه جواب تلفن ما رو نمیده. واتساپ زنگ زدیم، به خطش زنگ زدیم، یه کم مونده بریم جلوی در خونهشون بخون. چرا این جواب نمیده؟ من به نگین گفتم این خوابه از اوناییه که یعنی یه بار دیگه زنگ بزن ببین من بیدار شدم یا نه. نگین من جدی نگرفت. من کردم تو چشم بچه های نگین بغل. نگین با لنز. داری ویدیو میگیری؟ الان وسط میکاپ هم یه خانومی که از حسادت که من دارم دیگه میخوام برم الان شاید برم مزون دنبال لباس دیگه ببینم که چجوری میشه، بهتون اطلاع میدم حتما. مامانم اومد دنبالمون، یعنی گفتم بیاد ماشین رو ببره دیگه. ما مواظب باش، ترمز دست فرمون رو بگیر دیگه. الان میخواد ما رو بذاره پیش سپر، قرار بود سپر بیاد دنبالمون. بعد مامانم گفت دیگه من اونجا برم شما رو بذارم بعد برم دیگه سر راه. دیگه ما رو میذاره پیش سپر. نوروزی هم ماشینش ترکیده دیگه. خلاصه که همینه. این چشم به شدت اشکیه، نمیدونم چرا. به فیلم افتادم. خلاصه دوستان همین. بعد برم داروخونه سیز بیزنم بگیرم. خیلی هم خوشگل شدم. اونم نگین جواهری. اینم خیلی خوشگل شده. مرنازم خیلی خوشگل شد. مرجان خیلی خوشگل شد. همه خیلی زیبا شدن. نه مستقیم. های سلام. چقدر خورشید میزنه زیباتر میشه. شبیه این کارتون اسباب بازی ها رو اگه باشه یه دختره بود با وودی اسب سواری میکرد رو این اسب. شبیه اون شدی. نه شبیه اون شدی. فیس هم شبیه اون شده. شبیه اون شدی. این بسته روی که شبیه اون شده. وودی خیلی خوشم. اوه خدا، میبینی هر وقت دارش کردم مهربون تر شدم. از اینا میشه همش آرایش. اصلا خیلی دوست دارم. ما یه بودجه از این به بعد هر ماه میذاریم برای آرایش شما. آخه من مشکلم اینو آرایش میکنم اشک از چشام سرازیر میشه. خوشگلیت گریه میکنی. آره خودم رو دیدم گریه ایدم اونجا. بچه‌ها خلاصه الان دارم میرم سمت مزون ببینم لباس پیدا میکنم یا نه. اگه پیدا نکنم دیگه همون لباس خوشگله رو بپوشم دیگه. لباس خوشگله چیه؟ یه لباس خوشگل دارم چون خوشگله دوست ندارم بپوشم. شیشه. بعد خیلی برقیه. برق خیلی برق میزنه. برق میزنه. آره.
فعلا خدا حافظ. اینم سبه دو بچه میدم منم لایز ویتون قرص گرفتم. همونطور که میبینید اینجای میکاپم کاملا به رفته، تیر خورده دیگه، آبریزش بینی هم دارم. قرص گرفتم ولی فعلا قطع نشده. ببینیم چی پیش میاد. خب بچه ها این دونا رو انداخت رو اولویه میخوایم بخوریم. نمیدونیم دیگه اولویه بخوریم یا خجالت بخوریم. خواهم جواهری اوه حالا نخوردید، ما هیچ کاری تو زحمتش بود. حالا چی میشه؟ من یه بار تو زندگیم به نگین احترام گذاشتم. بذار یه بار، اشکال نداره. خانم جواهری سلام. اینقدر گشنته؟ خانم جواهری بیا این چه وضع باز کردن خانم جواهری؟ نه خانم جواهری من با اون نون میخواستم. چی؟ فقط برای من لطفاً کوچیک‌تر بگیرید، اینطوری هیدری نباشه مال من. این برای شماست. چرا این برای من این هیدریه؟ برو بابا هیدری ندیدی؟ نه من نمیتونم، نون من نازک‌تر باشه. گشنه با خودتون بخورید. ما رسیدیم. داشتم تولید محتوا می‌کردم برای بچه ها. هر کی یه جا مشغوله داره تولید محتوا میکنه، بهتون نشون میدم. فکر نکنم اکی نگرفتم همه گرفتم. اشکانو نگرفتم. سلام چه خبر؟ من شکرم خیلی دلت برم تنگ شده. چرا دار کردم؟ من خیلی دلم تنگ شده. حالا یک باشه تولدش قربونت شما برم. اشکان اینجوری اشکان بگی این گل اونه؟ بچه ها اینم آرد بده. یه جا تنها گیرش آوردن اونم چیز بگم خوب به قرآن نمیدونم. من این چشم براش عشق داره میزنه. خواست بچه سلام آرده بریم بعدا دوباره
چطوری؟ ببینم چطوری اسلام خیلی خوشگل شد یا اول یا حسینی نمیتونی چی شده؟ داداشم اسلام ببین تو دیدم نبودی همه ویدیو گرفتم تو بوده خدا رو شکر اومدم تو دیده این منو پشتنه خیلی اذیت کرده بود دیگه ببین میدونی کاریه که از دستم بر میومد خیلی کار زشته خواهش میکنم زنده باشی خواهش میکنم دیگه در حد توانم بوده پس بیش از توانت بوده عالی بودم مشکلی صدتو گذاشتی خیلی خوب بوده از این به بعد صفرتو بذار تصمیم گرفتم عشق نفر دو من آدم مهمی نیستم تصمیم گرفتم عشق نفر 2 150% بذار من همین الان تصمیم گرفتم خودکشی کنم از این فرا گذری دلو هر جا میخوای میبری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشه با این دلبری از این فرا گذری دلو هر جا میخوای میبری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشه با این دلبری اما نزون چشم از اون قد و بالا بگی چطور دلم افتاده به پا دیگه بتونه تو میرم قربونه تو بگی جون خودت بگو تمونه تو خانم کجا دوست دارم به خدا دوست دارم به خدا ای خانم یواش یواش ای خانم یواش یواش بابا این جوری سایه بچگونه با هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه همین رو بیاییم وسط همین رو بیاییم وسط بچه ها بیاییم وسط مرجان خانم همسرش بیاییم وسط بیاییم وسط استیج خب بچه ها ما دیگه داریم میریم سمت خونه سلام الان خدافظیه ما داریم میریم سمت خونه خیلی خوش گذشت خیلی بال بود تولد بازم مبارک مرجان تولدتون مبارک همه چی عالی بود واقعا خیلی خوش گذشت انشالله که سالهای سال با اشکان پایدار باشید آرتا جون هم انشالله همچه سایتون بالا سرش باشه دیگه بچه ها من برسم خونه آرایشم پاک کنم ولاگ تیکه آخرم تو اتاقم براتون میگیرم دیگه چی؟ دیگه همین دیگه سپ منو بذار خونه اون تیکه آخرش هم براتون میگیرم امیدوارم که ولاگ گرفتم دوست داشته باشید چون من کلا ولاگی نیستم نمیدونستم باید چیکار کنم همین دوری گوشی رو گرفتم از بعضی جا گرفتم دوستتون دارم تا برسم خونه
بچه همونطور که میبینید من موژه ها رو کندم، این گردن بنده رو در آوردم. مامانم داره قربون صدقه شوگر میره دیگه. برم صورتمو بشورم بیام دیگه باهاتون خدافظی کنم، برم صورتمو بشورم. شوگر رو متاسفانه نمیتونم نشونتون بدم، دوباره خودمو ببینید. بغل مامانم بود. خب بچه ها من چشام چون آسیب دیده، مامانم داره چای میریزه. بالا نگاه کن. من دیگه بریزم دست من نمیبردم. یکی باز کنم الان از سوزش میفته. داره میسوزه. ول کن. بجا عفونت داره کردم. نه کسی که بذار تلفنی کنه. باز کن. آها دیگه تمام شد. بشم مامانی. بچه اصلا اوضاع چشم دعای میده الان افتضاح بود. فعلا چایی اثر نکرد. هنوز افتضاح. نه تلفنی میکنه مامان.